حکایتی هست که میگن در یک زمستان خیلی سرد کلاغی بود و چند تا چوجه داشت و هوا خیلی سرد بود و این کلاغ نمیتوانست که شکاری مهیا بکند برای چوجه های خود و اینها تغذیه بکند و چوجه ها هم کم کم ضعیف می شد و به سوی هلاکت می رفتند و این کلاغ بیچاره در این هوای سرد زمستانی مجبور میشه که از پاره های تن خود و جوجه های خود غذا تهیه بکنه و شروع میکنه به کندن گوشت بدن خود. پاره های تن خود را میکنن در پی جوجه های خود می اندازه و این جوجه ها از اینها میخورند و بزرگ میشوند. بالاخره زمستان میگذرد و بهار میشود و در این فصل بهار کلاغ بیچاره میمیرد. کلاغ از دنیا میرود و جوجه های این پرنده، جوجه های این کلاغ بزرگ میشوند و پر میکشند و به پرواز می آیند و به همدیگر میگویند که خدا را شکر کلاغ مرد و ما هم خسته شده بودیم از غذای تکراری که هر روز میخوردیم. و اینها آگاه نبودند که پاره های تن مادر خودشان را تغذیه میکرد و مادر بیچاره جان فشانی کرد و جان فدایی کرد به خاطر اینکه جوجه هایش زنده بماند. این حکایت خیلی از آدم ها در زندگی ماست. خیلی از آدم هاست که انسان به آنها لطف و مرحمت و خوبی و کمک هایی می کند و در عوض قدر نشناسی می شود از اون کرداری که کرده است. انسان پشیمان می شود از اون کمکی که به یک انسان دیگری کرده است با شنیدن بعضی از الفاظ. همین که شاعر می گوید یا تن درخت که از تبر می ترسد، یا ظلمت شب که از سحر می ترسد، انسانیتان نشان اشرافی ما، از فقر شعور این بشر می ترسد. السلام علیکم و رحمت الله.